میدونید نم رطوبت باعث تخریب، کاهش عمر و زشتی ساختمون میشه که دلیلش شستشوی مداوم سرویس‌های بهداشتی با انواع شوینده‌های اسیدی و بازی مثل تیرک، جوهر نمک، وایتس یا اجرای ضعیف بنکشی‌ها یا تاثیرات محیطی جوی مثل گرما، سرما، بارندگی بر روی انواع سطوح مثل پشت بوم، تراس و نما میتونه باشه. اما رطوبت باعث دردسرای زیادی برای شما میشه، مثل آببندی مجدد، تخریب کاشی سرامیک که میتونه زمان زیاد و وقت زیادی از شما بگیره. ولی امروز من میخوام در مورد محصولی با شما صحبت کنم که تمام این مشکلات به راحتی و با آسانی میتونه برای شما حل کنه. این محصول بر پایه ترکیبات پلیمری و نانوذرات سیلیس با ابعاد 7 نانومتر ساخته شده که شکل ظاهری این محصول به صورت مایع که در ظرف‌های 1 لیتری، 4 لیتری و 20 لیتری بسته‌بندی شده که به صورت دوغابی شما میتونید اینو استفاده کنید. اجرای این محصول خیلی آسونه، یعنی هر کس به راحتی بدون نیاز به هیچ تخصصی و تجهیزات خاصی میتونه این کار انجام بده. آببندی 100% به ما میده و از همه مهمتر بدون تخریب انجام میشه. سطح کاشی سرامیک بدون تغییر رنگ و همون شکل ظاهری قبلی باقی میمونه. همساز با محیط زیست، تو ترکیباتش هیچ ماده سمی و خطرناکی وجود نداره و شما رو میتونه از شر هر گونه نم، رطوبت، آلودگی، بوی بد نجات بده. در ضمن یادتون باشه هر ساختمون بزرگ یک زمان نقشه ساده‌ای بوده. مهم نیست امروز در چه مرحله از زندگی قرار دارید، مهم آینده شما و آن چیزی که شما خواهید ساخت.